کمیته اتفاق کسبی کارمندان ساحه سودا، کوآپراتسیای مطلوبات و کارخانه‌های خصوصی ولایتی سوخت از فعالیت یک ساله ساحه نتیجه گیری نمود. بررسی دستاورد و موفقیت و کمبودی‌های کارمندان ساحه با تشکیل پلنیوم بررسی گردید. در آغاز مسئولین نقطه‌های مهم پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را شرح و توضیح داده محاکمه کردند. سروری دولت ضمن ارائه پیام ابراز داشتند که قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتفاقهای کسبه و دیگر سندهای معیاری و حقوقی تدبیرها اندیشیده جهت حمایه منفعت‌های حقوقی، مهنتی، اقتصادی، اجتماعی و ذهنی اهل مهنت در سال گذشته 2022 کارهای نظررس به سامان رسانیده شد. محتوای اساسی پیام پیشوای ملت این مسائل اجتماعی سیاسی را در بر میگیرد که آنها در زمان ناآرامی سیاره، پهشوی پاندمی در کره زمین، تاثیر منفی آن به اقتصاد جهان، تاثیر بیشتر و ماهیت خاص را به خود کسب میکند. هر یک نفر اعضای اتفاق کسبه قلب از همه شهروند تاجیکستان است و ما در همه سمت‌ها همچون قشر پیشبرنده جامعه سهمگذار باشیم و وظیفه داریم از همه پیش رسالت خویش را در حفظ و حمایه های دستاوردهای استقلال دولتی، تکمیل صلح و ثبات در سراسر کشور، وحدت ملی، حفظ منفعت‌های اجتماعی اقتصادی ببینیم. در کار پلنیوم 13 نفر اعضایان و اینچنین رئیسان اتفاقهای کسبی تشکیلات و اداره‌ها اشتراک نمودند. هنگام نتیجه گیری از فعالیت ساحه اطلاع داده شد که از 118 تشکیلات و مؤسسه‌های به کمیته ولایتی ساحوی شامل بوده، در 110 تشکیلات‌ها شرطنامه کلکتیوی به امضا رسانیده شده است. این نشان دهنده 93% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. در تشکیلات‌های سنجیده شده باشد دقت اساسی به مسئله‌های ترتیب دادن جدول رخصتی مهنتی کارمندان و موافقه آن با کمیته اتفاقهای کسبه، تصدیق قاعده‌های ترتیبات داخلی کارگاه‌ها، گذراندن جلسه و مجلس‌های کمیته اتفاق کسبه، ترتیب دادن پروتکل‌های مجلس و جلسه‌های کمیته، تأمین کارمندان با بلیط عضویت، درست و بی‌خطا پر کردن دفترچه‌های مهنتی، استفاده مقصدناک مبلغ‌های 1.5% سقوطی دولتی اجتماعی و سری وقت پرداخت نمودن مزد مهنتی کارمندان جلب کرده شدند. با مقصد رساندن یاری عملی اوید به بستن شرطنامه کلکتیوی در تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه از طرف متخصصان کمیته ولایت ساحوی یک جایه با کارمندان مسئول شورا در این دوره به زیاده از 68 تشکیلات و مؤسسه سفر کاری نموده. نسبت بستن شرطنامه کلکتیوی بین ماموریت و کمیته اتفاق کسبه به این کارگاه‌ها مصلحت‌های حقوقی داده، یاری عملی و متدی رسانیده، برای کاربری با آنها شکل نو شرطنامه کلکتیوی و شکل نمونوی شرطنامه قرارداد مهنتی دسترس کرده شده است. اطلاع داده شد که در دوره حساباتی از حساب مبلغ‌های 1.5% سقوطی دولتی اجتماعی در ساحه 41 عدد راهخط به آسایشگاه‌ها با مبلغ 62,000 سومانی خریداری کرده شده برای برقرار نمودن سلامتی کارمندان روانه گردید. اما بنا به اطلاع مسئولین این آمار قناعت کننده نیست. از این خاطر در این سمت کار باید جان‌نو کرده شود و از راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها دعوت کرده می شود که مبلغ‌های 1.5% سقوطی دولتی اجتماعی را مقصدناک استفاده برده برای سالمگردانی کارمندان و اعضای عالی آنها صرف کنند. وظیفه اساسی ما حمایت مهنتکش. وقتی که ما مهنتکش حمایت میکنیم باید یک کمگاه خود نشان تیمین که و ها که یک فایز مسلمانش بهترین که همین من حمایت میکند گفته. برای وقتی که حمایت میکند همین شما همه خیلی کار کنید که همون کادرام غیر باشد. یک سال مسابقه اقل دوبار مسابقه معرفی کردنده همون پیشروی کار یک فهموندن رو در جنبسته کاری پلنیوم اعضایان و رئیسان کمیته اتفاقهای کسبی چندی از تشکیلات و اداره‌ها که دوام سال فعالیت نظررس نشان دادند با افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای شورای اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت قدردانی شدند. همچنین در آخر مسئولین برای فعالیت خوب در سال 2023 وظیفه‌دار کرده شدند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.